حتما تو این چند سال گذشته صندلی پیر رو دیدین. اگه بهتون بگم که این صندلی که الان کم کم $8000 قیمتشه، یه روز این یه تیکه زباله کنار خیابون رها شده بود، باورتون میشه؟ سلام، من بیتام. امروز تو این ویدیو میخوام برم سراغ صندلی پیر ژانره. اما قبل از اینکه بگم این صندلی چه زمانی طراحی شده و چی شده که سر از خونه سلبریتی‌ها درآورده، باید سری بزنیم به تاریخ. کشور هند سالها مستعمره انگلیس بوده. مجلس عوام بریتانیا سال 1947 هند رو به دو بخش تقسیم میکنه، هند و پاکستان. مرز بین هند و پاکستان ایالتی بوده به اسم پنجاب. نصف پنجاب توی هند قرار میگیره، نصف دیگهش توی پاکستان. شهر لاهور میشه پایتخت پنجاب پاکستان، اما پنجاب هند شهر مناسبی نداشته که پایتختش بشه. از طرفی آقای جواهرلال نهرو که امیدوارم اسمش رو درست تلفظ کرده باشم، رهبر جنبش استقلال هند بوده و بعد از مستقل شدن هند اولین نخست وزیر میشه. ایشون بسیار اصرار داشته که برای پنجاب شهر جدید و مدرنی رو بسازن و بر اساس روابطی که داشته از آقای آلبرت مایر که یه معمار امریکایی هستن و آقای متیو نویکی که یه معمار لهستانی هستن دعوت میکنه که بیان و این شهر جدید رو طراحی کنن و بسازن. اسم این شهر چندیگره و چندی یکی از خدایان باستان هنده. آلبرت و متیو شروع به طراحی شهر میکنن. سال 1951 متیو از روم به قاهره میرفته که هواپیماش دچار یه نقص فنی میشه. مجبور میشن فرود اضطراری داشته باشن، اما متاسفانه کل 55 سرنشین فوت میکنن. آلبرت به خاطر از دست دادن همکارش بسیار ناراحت بوده و تصمیم میگیره که از پروژه کناره‌گیری کنه. این میشه که سال 1951 شهر چندیگر بی‌معمار میشه. اما دولت هند چه تصمیمی گرفت؟ اگه بین شما که این ویدیو رو نگاه میکنین کسی معماری خونده باشه، حتما اسم آقای لوکوربوزیه رو شنیده. لوکوربوزیه که اسم اصلی شارل ادوارد ژانره هستش، معمار، طراح، شهرساز، نویسنده و نقاش بسیار معروفیه که توی سوئیس به دنیا آمد. خیلی وارد زندگی نامش نمیشم، اما همینقدر بگم که در سن 29 سالگی کلا نقل مکان کرد به پاریس و اسم مستعار لوکوربوزیه رو برای خودش انتخاب کرد. لوکوربوزیه یه پسرعمو داشته به اسم پیر ژانره که 9 سال از خودش کوچیک‌تر بوده. از قضا ایشون هم معمار بوده. بین سالهای 1927 تا 1937 با همدیگه توی پاریس کار میکردن. اون زمان پیر به صورت تخصصی کار طراحی مبلمان انجام میداد. البته در کنارش خانم شارلوت پریان هم حضور داشت که ایشون هم یه معمار فرانسوی بودن. همه چی گل و بلبل بود تا اینکه جنگ جهانی دوم میشه. زمانی که فرانسه توسط نازی‌ها اشغال میشه، لوکوربوزیه طرفدار رژیم ویشی بوده، اما پیر به مقاومت فرانسه میپیونده و همین میشه که مسیر کارشون از هم جدا میشه. اما برگردیم سر سوال اصلی. دولت هند چه کسی رو برای طراحی شهر چندیگر انتخاب کرد؟ بله، آقای لوکوربوزیه. و لوکوربوزیه از پسرعموش میخواد که کدورت‌ها رو کنار بذاره و بیاد و با هم روی پروژه چندیگر کار کنن. از سال 1951 تا 1966 طول کشید که شهر چندیگر طراحی و ساخته بشه. ساختمان‌های خیلی زیادی طراحی شدن، از جمله ساختمان دادگاه عالی، ساختمان مجلس، ساختمان دبیرخونه و ساختمان‌های دیگه. اما یه جایی بود که پیر و لوکوربوزیه با هم دیگه گفتن که اوکی، این همه ساختمون ساختیم، حالا چجوری داخلشون رو پر کنیم؟ و همین شد که پیر شد مسئول طراحی مبلمان ساختمان‌های اداری. پیر برای طراحی مبلمان‌ها یه سری محدودیت داشت. اول از همه باید متناسب با متریال‌های موجود اونجا طراحی می‌کرد. دوم که صنعتگران مقیم اون منطقه قرار بود اون مبلمان‌ها رو بسازن و همینطور باید متناسب با آب و هوای اون منطقه طراحی می‌شد. اولین طرحی که پیر طراحی کرد متاسفانه استحکام کافی برای فضاهای عمومی رو نداشت و اون طراحی رد شد.
اما توی طراحی‌های بعدیش تصمیم گرفت که از طراحی‌های گذشته‌اش الهام بگیره و یه کالکشنی که تو دهه 40 برای برند نول طراحی کرده بود و به اسم سزر روانه بازار شد، پایه وی شکل داشت این صندلی ها و تصمیم گرفت از اون فرم پایه استفاده کنه، اما با متریال جدید. متریالی که پیر انتخاب کرد چوب درخت ساج و چوب سرخ بود که در برابر حشرات و رطوبت بسیار مقاوم بود. اگه بخوام جمع‌بندی کنم، تا الان گفتم که طراح این صندلی کی بوده، چه زمانی طراحی شده و اصلا به چه منظوری بوده. اما چی شد که این صندلی سر از خونه سلبریتی ها در آورد؟ سالها بعد از اینکه شهر چندیگر ساخته شد و حتی پیر و لوکوربوزیه هم از این دنیا رفتن، تو دهه 80 مقامات دولتی تصمیم گرفتن که فضاهای داخلیشون رو مدرن تر کنن و هم دلیل کل مبلمان ها رو برداشتن ریختن توی خیابون که مبلمان دیگری جایگزین اون کنن. از طرفی 4 دلال هنری فرانسوی که به شهرهای دور افتاده میرفتن برای اینکه گنجینه‌های قدیمی پیدا کنن، گذرشون به شهر چندیگر میفته. وقتی که با اون حجم مبلمان‌های پیر که مال دهه 50 بوده روبرو میشن، خیلی مطمئن نبودن که اونا رو خریداری کنن، اما یکی از اون دلال‌ها که اسمش فرانسوا هستش اصرار داشت که این کار رو انجام بدن و ریسک کنن. اونا کل مبلمان‌ها رو خریداری میکنن، با خودشون به پاریس میبرن و اونا رو احیا میکنن. فرانسوا بارها مبلمان‌های پیر رو در نمایشگاه‌های بین‌المللی به نمایش میذاره و این مبلمان‌ها مورد توجه بسیاری از معماران و طراحای داخلی قرار میگیرن، از جمله آقای اکسل ورورد، و همین میشه که این مبلمان‌ها بسیار محبوب میشن و سر از خونه سلبریتی‌ها در میارن. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه سوالی براتون پیش اومد میتونین تو کامنت ها برام بنویسین. شما بهتر از هر کسی میدونین که لایک و حمایت هاتون چقدر به بیشتر دیده شدن این ویدیو کمک میکنه، پس لطفتون از من دریغ نکنین. ممنون که همراه من بودین. تا ویدیو بعدی، فعلا.